امروزها در خوجگی‌های دهقانی خرد و بزرگ نوه حصار بعد از جمع‌آوری پخته و دیگر زراعت‌ها کشت تیرماهی با سرعت ادامه دارد. دهقان خوجگی به نام زرجینسکی نوه حصار نیز به تخم پروری مشغول بوده با عالمان انستیتوت اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان همکاری می‌نماید. سال جاری در 100 گکتار گندم، 5 گکتار کارتوشکا، 2 گکتار پیاز، 2 گکتار کدو و در 2 گکتار پمیدور کشت نموده از آن حاصل دلخواه به دست آوردند. برای سریع وقت انجام دادن کشت تیرماهی سیتات تشکیل کرده شده، تمام تکنیک‌های خوجگی‌های قشلاق سفربند کرده شدند. خوجگی تجربوی به نام زرجینسکی دارای 290 گکتار زمین‌های کارمی آبی میباشد که سال جاری ما در میدان 113 گکتار کشتی زراعت‌های غله‌دانگی گذراندیم که به حساب میانه از هر یک گکتار تا 47 سانتیمتر حاصل گندمی نوهای وطنی به دست آورد. کشتی پخته گذراندیم که الکای دیروز به حساب از روی نقشه گیریم اگر 25 سانتیمتر از هر یک گکتار ما از اجرای نقشه پخته‌سپاری هم برآمدیم. البته خیلی که شما خود شاهد هستید امروز طلبات مردم با تخمی‌های وطنی علل خصوص غله‌دانگی‌ها که زیاد گشته ایستاده است، خیلی که از معلومات‌ها شما شناسی کردید ما نقشه این ساله رو 120 گکتار گندم گذاشته بودیم که با در نظر داشت طلبات مردم به تخمی‌های وطنی امروز الکی ما به 137 گکتار رسانیدیم. از تجربه دهقانی پیداست که کشت تیرماهی غله نسبت بهاری افزایش بیشتر دارد. از این رفت شودگار و کشت تیرماهی زیر نظارت ستاد که در نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوه حصار عمل میکند قرار دارد. وظیفه اساسی ما تیار کردن استحصال کردن تخمی‌های خوش صفت که البته در وقتی کار کرد از روی قاعده‌های اگرتکنیکی با رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی ما از با نوها مثال جدا کردن تخمی در وقتی کشت نظارت کردن برای مثال یک جای نشدن دیگر تخمی ها این رو ما نظارت سخت بوده ایستادیم که امسال تمام خوجگی هایی که به ما مراجعت کردن در اساس سپارش وزارت کشاورزی اکادمی علم های کشاورزی ما با پورگی 127 تانه که به ذمه ما بود فقط تخمی گندم ما تامین کرده توانستیم. کشاورزان خوجگی زرجینسکی طبق نقشه در میدان 115 گکتار کشتی تیرماهی می‌گذراند. خوجگداران از هوای مساعد ثمراناب استفاده بوده بهر هر چه زودتر به انجام رساندن موسم کشت زحمت می‌کشند.